سلام. این یک داستان واقعی، اتفاقی که در یکی از شیفت‌های شب بیمارستان اتفاق افتاد. نه تخیل، نه اغراق، فقط چند دقیقه از زندگی آدم‌هایی که اسمشون جایی ثبت نمیشه. اگر آماده چشمهایت را ببند، نفست را آرام کن و فقط گوش بده. پرستار شیفت شب. این اتفاق در سال 1398 توی یکی از بیمارستان‌های دولتی ایران اتفاق افتاد. راویش خود پرستار بود. شیفت شب همیشه ساکت تره، نه به خاطر کم بودن بیمار، نه به خاطر کم بودن صدا. اون شب من توی بخش داخلی شیفت، ساعت حدود 2:30 شب بود. چراغ‌های راهرو نیمه خاموش، صدای دستگاه‌ها یک نواخت و بوی الکل که انگار هیچ وقت از بین نمیره. تخت 12. پیرمردی بود، حدوداً 70 و چند ساله. اسمش عمو محمود بود. سکته خفیف کرده بود، ولی حالش پایدار بود. از اون بیمارانی که زنگ رو الکی فشار نمیدن، آروم و مؤدب و کم حرفن. ساعت 3 طبق روال رفتم علائم حیاتش رو بگیرم. چشمهایش باز بود. گفت خانم میشه یکم بنشینین؟ نشستم. گفت فقط دلش میخواهد یکی کنارش باشد. نه درد داشت نه شکایت، فقط بیدار بود. پرسیدم خوابتون میاد؟ گفت چرا، ولی میترسم بخوابم. نپرسیدم چرا. بعضی جوابها وقتی پرسیده میشن سنگین تر میشن. چند دقیقه گذشت سکوت. بعد گفت من 40 سال راننده اتوبوس بودم. شروع کرد تعریف کردن از جاده‌های مه گرفته، از مسافرایی که خوابشون میبرد، از شب‌هایی که فقط نور چراغ جلوی همدمش بود. صداش یک نواخت بود، نه هیجان نه غم. من فقط گوش میدادم. یهو وسط حرفش گفت میدونین آدم وقتی حرف میزنه خوابش میاد. لبخند زد. چشمهاشو کم کم سنگین شد و صداش آرومتر و وسط یه جمله خوابش برد. من آرام پتو رو مرتب کردم و علائمش رو چک کردم. همه چی نرمال بود. خواستم برم که دستم رو گرفت. چشمهایش بسته بود، ولی گفت مرسی که نرفتین، نذاشتین تنها بخوابم. چیزی نگفتم. آروم دستم رو آزاد کردم. صبح وقتی شیفت تحویل دادم، پرستار روز گفت تخت 12 عمو محمود. گفتم بله. گفت نیم ساعت پیش تو خواب رفت. نه درد کشید نه اضطراب، نه زنگ زد، فقط خوابید.
اون روز فهمیدم بعضی آدما برای آروم رفتن دارو نمیخوان، حرف هم نمیخوان، فقط حضور میخوان، اونم شب تموم شد، مثل خیلی از شب‌های دیگه. اما بعضی لحظه ها با اینکه کوتاهن تا همیشه توی ذهن میمانن. اگر امشب خوابت نمیره بدون که تنها نیستی. گاهی فقط دونستن این موضوع برای خوابیدن کافیه. شبتون آرام و خوابتون